سلام بچه، چطوری؟ قراره که میکاپ روسی یا اینجا براتون میذارم این میکاپ رو انجام بدید. میخوام که ابروامو یه ذره نازکتر و روشن‌تر نشون بده. از کانسیلر استفاده میکنم، یه ذره میزنم روش. یه دونه سایه قهوه‌ای روشن برمیدارم، میکشم روی ابروهام. با کانسیلر دورش رو تمیز میکنیم، کانسیلر مایع. یه آقا پسرم اینجا داریم که علاقه زیادی به میکاپ داره. روی چشمتونم حتما باید کانسیلر بزنید. برای سایه چشم من از پلت دوبیگرل استفاده میکنم. این قسمت چشمم میام سایه قهوه‌ای روشن میزنم، نه زیاد تیره. یه دونه سایه سفید برمیداریم و میزنیم روی پلکمون. برای خط چشمم من فقط این گوشه رو میکشم. کرم پودر کالیستا شماره 1. نگاش کنید کجا وایساده داره آرایش من نگاه میکنه. توی این میکاپ زیاد از کانتور نباید استفاده کنیم. من از رژگونه این رنگی استفاده میکنم. از کانسیلر مایع استفاده میکنم. اسپری فیکس گلدن روز. سایه قهوه‌ای استفاده میکنم واسه کانتور. صورتمون رو با پودر بیک میکنیم. پنکیک کالیستا استفاده میکنم. باید مداد سفید رو بکشید، اصلا بدون این مداد سفید هیچ ارزشی نداره این میکاپ. این گوشه چشممون رو سایه سفید میزنیم، خط چشممون رو برمیداریم و این گوشه میکشیم. میخوام از کانسیلر استفاده کنم. از سایه قهوه‌ای به عنوان مداد لب استفاده میکنم. خیلی دوستتون دارم. نظرتونم راجع به این میکاپ بهم بگید. بای بای.